این ویدیو میتونه زندگیشم را نجات بده. آتش سوزی روزای گرم، خشک و قدوزش باد را دوست داره. هر قدر که گرمتر باشه و باد زیادتر باشه، امو قدر آسودتر است که یک آتش سوزی از کنترل بور شونه. درجه بندی خطر آتش سوزی در روزای استفاده میشه که خطر آتش سوزی زیادتر باشه و در وقتایی که شما باید یک اقدام کنید. وقتایی که نو ریتینگ یعنی درجه بندی نیست باشه، به این معنا نیست که یک آتش سوزی شروع نخواهد شد. ولی یک آتش سوزی شروع شد، امکانش کم است که به زودی یا به یک طریقه تهدید کننده شروع شونه. این بهترین وقت است که یاد بگیرید چیز کار کنید که خطر قرار گرفت و در معرض خطر آتش سوزی را بلده خود کم کنید. هنگامی که درجه بندی خطر مادریت یا متوسط است، از معلومات با خبر بوده و درباره آتش سوزی در منطقه خود هوشیار باشید. پلان آتش سوزی خود را چک کرده و آماده شید. اگر یک پلان بلده خود جور نکدید، جور کید. زمانی که خطر های یا بلند باشه، آتش سوزی ها میتونه خطرناک باشن. اگر یک آتش سوزی شروع شونه، زندگی و جایدادشم شاید در خطر باشن. تصمیم بگیرید که در صورت شروع یک آتش سوزی چیز کار منید. یک درجه بندی اکستریم یا شدید به معنای شرایط خطرناک آتش سوزی است. پلان آتش سوزی خود را عملی کید. اگر خودشم و جایدادشم تا بالاترین سطح را آماده نیستید، زودتر ترک کید. از سفر کدو از جایایی که در خطر آتش سوزی قرار داره خودداری کید. درجه کاتاستروفیک یا فاجعه انگیز بدترین وضعیت است. اگر یک آتش سوزی شروع شده و بمونه، احتمال از دست دادن زندگی موجود است. خانه ها طور جور نشده که در این رقم وضعیت از آتش نجات پیدا کنند و شما باید منطقه‌ای که در خطر آتش سوزی است را در اول صبح یا شب پیش ترک کنید. تنها کلانترین کشنده در یک آتش سوزی بی ارادگی هستند. پس همیشه چیمشیم در درجه بندی خطر آتش سوزی باشه و بدانید که اگر یک آتش سوزی شروع شونه چیز کار نید. بلده چک کردن درجه بندی خطر آتش سوزی خو به emergency.wa.gov.au مراجعه کنید. آیا یک پلان آتش سوزی جور نکدید؟ یک دانه را امروز در mybushfireplan.wa.gov.au جور کنید.